پیش چشم دوربین ها به عنوان کسی که مطلعم در جمع‌های عزیزان نیروهای مسلح هستم، من از زبان این عزیزان میگم امام اوج طغیان بود که طاغوت است. امام چند تا فضولی کرد، فضولی هایی که در شأن آدمهای عیاش و کابارچی هست، اما جا دارد این فضولی ها رو در این جمع بگویم و از زبان شما محکوم کنم. ما باید همچنان در پی این سلاح کشتار جمعی باشیم. ما دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اهل بیت، شمر زمان، یزید زمان، عمر سعد زمان، ابن زیاد زمان هستیم و بیشتر هم خواهیم کرد. من را به چه روزی در آوردید؟ پی شادی